خب عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان محترم. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید. تو این ویدیو قصد داریم آموزش کار با چکر پیپال رو بهتون بگیم که چجوری میتونید حالا با این چکر کار کنید و اکانت رایگان به دست بیارید. و با این اکانت ها میتونید هر جایی که میتونید تا جایی که ممکنه از سایت های خرید کنید که برگشت نداره و هیچ وقت از سایت های بزرگ مثل آمازون و اینجور چیزا خرید نکنید، چون 100% بک میخوره. و حتما دقت کنید که با VPS انجام بدید و اگه قصد خرید دارید بازم میگم به تلگراممون از این گزینه پیام بدید. آیدیمون هم داخل دسکریپشن هست. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و داخل اینستا و آپارات ما رو دنبال کنید. حتما ما رو داخل اینستا و آپارات یادتون نره دنبال کنید. تلگراممون هم که طبق معمول اکانت رایگان زیادی میذاریم. اگه میخواید اکانت رایگان داشته باشید برای هر پلتفرمی میتونید از داخل تلگراممون بیاید. حالا طبق ویدیوهای بعد من بهتون میگم که چجوری میشه از داخل ربات تلگراممون اکانت رایگان به دست بیارید. خب دوستان، ما میبریم معطلی سراغ آموزش. یادتون ما رو سابسکرایب کنید. ما وقتی که وصل VPS شدیم، برنامه‌ای که حالا ما بهتون واسهتون خرید کردیم و بهتون میدیم با لایسنس داخل How to use. لایسنستون هست، لایسنس هر فردی که خرید میکنه و بدون لایسنس قبلا کار نمیکرد، یعنی خراب بهتون میده. و دقت کنید که یک از هر کی که میخواید بگید دقت کنید که لایسنس داشته باشه. خب اینجا همونجور که میبینید یه توضیح بهتون بدم. این برنامه‌ای است که ما باش کار میکنیم. اینجا زده HTTP پروکسی و اینجا لود دیتا. خب حالا HTTP پروکسی و لود دیتا چیه؟ HTTP پروکسی که همتون میدونید دیگه، یه نوع پروکسیه که ما کافیه که بیایم به قسمت حالا فری پروکسی لیست. من اگه پروکسی رو سرچ کنم میبینید سایت پروکسی فری پروکسی لیست واسمون میاره، یه سایتی که پروکسی رایگان میده. و حالا من HTTP شو دانلود میکنم که بدون معطلی وقتی ویدیو رو نگیریم داخل خود VPS. داخل VPS ساعت نتتون خیلی بیشتره و دست و بالتون خیلی بازتره. پس یادتون نره حتما داخل VPS اگه میتونید تا جایی که میتونید داخل VPS کار کنید، چون VPS واقعا سرعت دانلودتون بالا میبره. خب میبینید که دانلود شد واسمون. میایم به قسمت HTTP پروکسی. وقتی که روش کلیک کنیم واسمون میاره قسمت دانلود. حالا داکیومنت فکر میکنم، نمیدونم کدوم قسمته. بعد از اینکه پروکسی ما بهش اضافه کردیم میاد خودش واسمون پیدا میکنه. حالا چون من فکر میکنم داخل چیز زدم، داخل فایرفاکس زدم، یکم سخت پیدا کردنش. واسه همین داخل خود اینترنت اکسپلورر بزنم تا سریعتر واسمون پیدا کنه. خب پیدا کردم، داخل خود دانلود بود. من اگه دوباره بیام HTTP پروکسی رو روش کلیک کنم میاره واسمون. حالا دیت چیه؟ دیتا همون وردیس یا همون کمبوی مورد نظر ماه که ما باید بزنیم یک کمبو بهش بدیم. که حالا من یک کمبوی از قبل دارم و این. خب میریم داخل برنامه که پیست کنیم داخل VPS، منتظر میمونیم بیاد واسمون. دقت کنید که اگه میخواید هر چیزی داخل VPS بریزید داخل سیستم خودتون کپی میکنید و داخل VPS حالا پیست میکنید. و داخل موبایل هم میشه این عملیات ها رو انجام داد. کافیه که به ویدیوهای قبلیمون برید داخل چنل خودمون، همین چنل ویدیوهای قبلی رو برید مشاهده کنید. وصل شدن به VPS از طریق موبایل که اومدیم گفتیم که چجوری میتونید از طریق موبایل به VPS وصل شید و کارهای روزمره‌تون انجام بدید. و اگه میخواید حالا داخل گوشیتون کامپیوتر چیز داشته باشید بهترین کارم VPS. روی لود دیتا میزنیم، دسکتاپ، روی این کلیک میکنیم و روی استارت میزنیم. وقتی روی استارت کنیم میاد میبینید یکی که واسمون چک میکنه، حالا بد و گودار بهمون میده. هر چقدر که بهمون بده قسمت داخل قسمت لاگ واسمون میندازه، ایمیل و فول نیم و حالا چقدر موجودی داره. حالا من یه نمونه میرم از موقع بیارم واسهتون که شما ببینید چه جوریه.
خب من یه نمونه اکانت از قبل به دست اومده رو بهتون نشون میدم. داخل با همین چکر به دست اومده. میبینید که حالا من یوزرنیمش رو فرق کردم، فقط پسوردش مونده. این کلمه اول یوزرنیمه یا همون ایمیله، کلمه دوم پسورد، فول نیم رو زده و حالا نشه پیپل همونجور که میبینید. و حالا آخرین بازدیدش و اکتیویتیش رو زده 2189 روز قبل بوده که این فرد وارد اکانتش شده و 219 یورو هم همونجور که میبینید داره. و اینکه شما میتونید الان با همین مشخصات لاگین بدید داخل سایت و اگه خرید چیزی دارید میتونید انجام بدید. میبینید که همچین چیزی واسمون آورد. حالا نوشته چقدر دیگه الان به دست اومد اکانت، یه دونه گود داد، یوزرنیم پسورد اکانتش و حالا موجودیش هم که زده دیگه و 3395 روز قبل این فرد داخل اکانتش لاگین کرده و اومده حالا خریدی چیزی داشته انجام داده یا هر کاری داشته 3395 روز قبل این کار رو انجام داده و ربطی به مثلا اینجوری نیست که اگه الان باشه بهتون میگه که همچین فردی مثلا 2 روز قبل آنلاین شده، 3 روز قبل آنلاین شده. و اکانتایی که از قبل متروکه خیلی بهتر از اکانتایی که این متروک نیست. یعنی شما اگه اکانت متروک پیدا کنید خیلی بهتر از این که اکانت پیدا کنید که متروک نباشه، چون اکانتایی که متروک نباشه 100% بک میخوره و شما نمیتونید خیلی چیزی باشه انجام بدید. پس حتما اکانت پیدا کنید که اکتیو نشده باشه، خیلی گذشته اکتیو شده باشه. و اگه قصد خرید دارید میتونید از این گزینه به تلگراممون پیام بدید. حالا ما 24 ساعت هستیم، بیشتر موقع خودم هستم و بچه‌ام کم و بیش میان داخل اکانت و جوابا رو میدن. اگه سوالی داشتید کامنت واسمون بذارید، یادتون نره حتما ما رو دنبال کنید. بیش از این وقت ویدیو رو نمیگیرم. تا ویدیو بعدی، روز خوش.